درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار، چون همیشه من هستم مریم دولتова در خدمت شما و دکتر گرامی محمود کبیر، همکار عزیز ما که با ما جا حضور دارند. موضوعی که حالا اطرافش صحبت میکنیم یک موضوع جانی انسانیت است. موضوعی است که اطراف اون متخصصان خیلی زیاد میگن، ولی شنونده عادی، خواننده عادی، انسان عادی در این اطراف اون چندان اندیشه هم ندارد. و من گمان میکنم که این موضوع برای همه ما یک منفعت باید داشته باشد. این موضوع طلبات است. طلبات های انسانی. طلبات های انسانی چی هستند؟ آنها در روزگار ما چه تأثیری دارند؟ آیا آنها تنظیم شونده هستند یا نه؟ اگر نه، چگونه ضرر دارد؟ اگر ما تنظیم کرده توانیم، این کدام اصول ها هستند؟ ما امروز تصمیم گرفتیم که با شما در اطراف همین موضوع طلبات های انسان صحبت کنیم. زیرا واقعا انسان اگر طلبات های خودش را نشناسد، آنها را تنظیم و اداره کردنش را یاد نگیرد، روزگار برای او آسان نمی شود. درست است. البته طلبات یک حالت است، یک حالت فیزیولوژی روانی آدم که با سوی آن چیزهایی که در باطن او طلب کرده می شوند و مادی می شوند و برای آنها را به دست آوردن مطیف یک سببیت می کند و به سوی آنها حرکت می کند، نقشه می زند، مقصد می گذارد و با آنها می رسد و حلاوت می گیرد. انا همین ما میگیم که یک حالت طلباتی که انسان دارد و روش این حالت به دست در آوردن طلبات های خود به مقصد رسیدن خود، انا همین روش را حیات میگوید. واقعا درست است، ولی طلبات های انسان فقط مادی نیستند. طلبات های انسان طلبات های بنیادی دارد که به آنها زیسته نمیتواند. وقتی که انسان خردکک در روی زمین تولد می شود، طلبات های او از چی عبارت هستند؟ این طلبات به غذا است که جسم او باید رشد کند، وگرنه به گرفتن غذا کودک میمرد. طلبات دیگر به لباس است که جسم او را حمایت کند، در گرما از گرمی، در سرما از سردی او را حفظ می نماید. طلبات دیگر این کودک به منزل است. کودک را شما در کوچه نمیتوانید تربیت کنید، کلان کنید، زیرا آنجا شمال است، سردی است، حیوان ها هستند و غیره و کذا هستند. و انسان برای قانع کردن این طلباتش از آغازی که به روی زمین فرود آمد، اگر از روی فرضیه دینی بگیریم، از روی فرضیه علم بگیریم، از وقتی که از غار بیرون برآمد، برای خودش ساختن خانه ها رو سر کرد. زیرا اون جایی بود که اون گرمی رو حفظ میکرد، در سردی خودش رو گرم میکرد، در گرمی خودش رو اونجا پناه میکرد. و این طلبات های بنیادی هستند. این طلباتی هستند که این حیات در روی زمین به اجرا شدن این طلبات صورت نمیگیرد. ولی غیر از این طلبات ها باز طلبات دیگری هم هستند که آنها هم برای انسان خیلی مهم هستند. مثلا طلبات های روانی. این طلبات ها هستند که به انسان مثلا طلبات به غمخوری، به نگاه و بین، طلبات به مناسبت، طلبات های اجتماعی هستند. انسان طلبات دارد برای گرفتن دانش، برای تحصیل. انسان طلبات دارد برای افزایش کردن تجربه خودش. چیزی رو نه تنها دانش رو ما میگیریم، دانش این چیز تیار است که یک نفر برای ما میگه، معلم برای ما مثلا میگه، ما از کتاب میخونیم، ولی تجربه چیزی است که ما خودمون از سر میگذرونیم. اگر خودمون از سر نگذرونیم تجربه نمیشه و تجربه دیگران برای ما تجربه نیست. تجربه دیگران برای ما یک انتقال دانش است، انتقال که اون چیزی که اون آدم میداند. ولی اگر ما خودمون از سر نگذرونیم، خودمون با دست خودمون مثلا از لای یک اسباب نسازیم، هنوز تجربه نیست. و برای تجربه هم انسان طلبات دارد. طلبات به کار است، طلبات اجتماعی. انسان برای به مهنت کردن یک طلبات خاصه دارد و آدمانی که این طلباتشون رشد یافته است، اگر بیکار مونن بیمار میشن. و آنها کار میکنن نه تنها به خاطر اینکه مزد به دست بیارن، آنها کار میکنن برای که میخوان کار کنن. این طلبات داخلی آنها است. و طلبات دیگری هست، طلبات معنوی که ما با محبت داریم. طلباتی است که با دوستی داریم. طلباتی است که با وطنداری داریم. این طلبات هستند که علاقه انسان رشد یافته آنها رو حس میکند و آنها رو درک میکند و آنها رو قانع کرده میتواند. طلبات با محبت نه تنها طلبات است که ما رو دوست بدارند. طلبات با محبت آن هم هست که ما دیگران رو دوست بداریم.
به دیگران محبت رو بدهیم و این طلبات ها در هر کدام در جای خودش خیلی موقع مهم دارد. سرکوب کرده شدن هر گونه طلباتی که ما در ضمیر انسان داریم، اگر که بس این یا اون سبب اون طلبات ها سرکوب شوند، انسان رو بدبخت میکنن و برای از این رو شناخت طلبات برای انسان همچون یکی از شرط های اساسی خوشبخت شدن در روی زمین است. به اینها انسان خودش رو خوشبختی کرده نمیتواند. درست قید کردید. البته ما میدونیم که طلبات های انسان یکی از نمودهای آن و طلبات هایی که نهایت نقش مهم در زندگی میبازند، این طلبات های فوندامنتالی پایداری انسان هستند. این نیاز به غذا، نیاز به نوشیدن، نیاز به نفس، نیاز به دوام دادن نسل، یعنی که حلاوت های جنسی که دارند و انا همین سه چهار طلبات فوندامنتالی که در انسان هستند. دیگر طلبات ها در بالای انا همین طلبات های اساسی میستند. مثلا ما بگوییم که چرا مناسبت های احساسی رخ میزنند. مثلا اگر که کسانی یا گروهی یا که عامل هایی که به دست در آوردن همین طلبات ها را خلل میرسانند برای انسان همون آدم اون رو یا گروه رو هم آخر رو بد میبیند و اگر که آسان کند همین کارها رو، یعنی که طلبات قانع کردن طلبات های عادی که انسان دارد، اون وقت انسان دوست می شود. یعنی که دوست داشتن در آن وقت دوست مناسبت خوب کردن در اساس همین طلبات های فوندامنتالی پایداری انسان میشد. یا که مثلا مهر کردن یا که عشق ورزیدن، کسی را دوست داشتن، که پایداری این دوام دادن نسل است. و اگر که ما بینیم که این طلبات های پایداری که در انسان هستند، اگر که اینها در حالتی خوب قرار نداشته باشند، این سبب آن می شود که انسان ناراحت می شود، یعنی که یک نارضایتی در باطن او پیدا می شود و برای آن که همین مکانیزمی به دست در آوردن طلبات ها در انسان درست شود، انسان برای این شرایط می سازد و وقتی که انسان شرایط ساخت، انا همین طلبات های عادی که در بالای آنها دیگر طلبات ها ساخته می شوند، آنها را در حالتی قرارداد فعال و امن نگاه می دارد و برای این نیاز به دولت دارد تا اینکه دولت یک به تنظیم بیارد به واسه قانون هایی که جامعه قبول می کند و دولت آنها را حفظ می کند، حمایت کردن انا همین کارکرد خوبی انا همین طلبات هایی که انسان دارد. چون که اگر این طلبات های فوندامنتالی درست نباشند، دائم مشکلات های مناسبتی نه تنها در داخل عائله بلکه در درون دولت و بین دولت ها شدنش ممکن است. برای همین حالت در شرایط خوب زندگی کردن آدم، آن وقت میگویند که اگر انا همین طلبات های عادی که پایداری انسان در حالت خوبی فعالیت نغز و به آلایش و امن هستند. و البته درست قید کردید که باز وقتی که انسان یک طلبات هاش بود می شود، طلبات های دیگر پیدا میشن. مثلا وقتی که انسان شکمش سیر شد، خیلی که یکی از سرکرده های حکومت شورا می گفت نان باشد سرود هم می شود. یعنی که پیدا می شود طلبات های دیگری احساسی، یعنی نیاز به مباشرت، نیاز به وقت خوش گذراندن، نیاز به کیفیت و حلاوت های دیگری که در نتیجه مناسبت های احساسی پیدا میشن. انسان طلب دارد به که مناسبت ویران کردن، یعنی به جنگ طلب دارد، انسان به دوستی، انسان به صلح طلب دارد. ولی سیوم طلباتی هست که این طلبات ها رو درست میکند. این طلبات فهمش، طلبات در طلبات ساختن مناسبت ها از روی قانون، از روی قاعده هایی که آن چی در طبیعت است و چی در جمعیت، آنها رو انسان کشف میکند. این رو میگن حالت عقلی، حالت عاقلانه نظر کردن به حیات خود. یعنی که این سیوم طلبات هایی که انسان آنها رو در اساس
талаботҳои якуму дуюм месозад. Масалан, кам одам аст ки дар ҳолати гуруснагӣ илмомӯзӣ кунад. албатта мешавад, инсон метавонад болои инро ҳам гирад, вале на ҳама метавонанд ин чизро ба даст биёранд. вақте ки шароити хуб шуд, он вақт дуюм яъне шароити маишӣ ва савум шароити омӯзишӣ, фаҳмиш, дарк, омӯхтан, фаҳмидан пайдо мешавад. аз он ҷумла илм омӯзӣ. ва вақте ки инсон қонуну қоидаҳоеро қабул кард ва онҳоро риоя кард, пайдо мешавад фарҳанг. як фарҳанги муайяни муносибат дар ҳамун ҷомеае ки инсон зиндагӣ мекунад. барои ҳамин ҳар халқ ки ба фарҳанг бо роҳҳои гуногун рафтааст, фарҳанги онҳо ҳам гуногун аст, вале дар дохили ин фарҳангҳои мардуми ҷаҳон ҳаст як чизе ки мо онро инсонмарказ мегӯем, яъне он гуманизме ки дар тамоми фарҳангҳои дунё дида мешавад. ва баъди ин пайдо мешавад худи фарҳанг месозад ки давлату давлатдориро ки сабаби риояи дуру дарози муносибатҳо ва инкишоф додани онҳо ва пайдо мешавад хулқи миллат, хулқи табиати ана ҳамун миллат ки яке аз масалан муносибатҳое ки дар байни мардумҳо ҳастанд, ин муносибати ки инсонҳо ба худашон, ба якдигар, ба табиат ва ба он атрофе ки онҳо сохтанд, муҳите ки онҳо сохтанд. ва албатта дар болои ин гӯем талаботи табиӣ, талаботи гӯем ки рафторӣ, хулқӣ сохта мешавад талаботҳои маънавӣ. маънавиёте ки инсон мехоҳад ки ба умқи кайҳон, ба дарки зиндагӣ, ба фаҳмиш бирасад. ва дар мо ана ҳамон касоне буданд ки ба ин зинаҳо расида буданд. пайдоиши ташаккули миллати мо дар ду марҳила тавонистем ки мо ба ҳамин зина расем ва ин зина зинаи сеюм аст ки мо пайдар ҳам онро тай карда истодаем. шумо дуруст гуфтед ҳар чизе ки гуфтед, вале агар баргардем ба як инсони оддӣ ки талаботҳои ӯ чӣ гуна зоҳир мешаванд, мо чӣ гуна бояд талаботҳои худамонро бишносем, нишонаҳошро бояд бидонем. яке аз шаклҳои он гуногун ҳастанд. яке аз шаклҳои он масалан ғариза аст, инстинкт ки дар инсонҳо хеле дар ҳолати шадид қарор дорад. вақте ки ғариза фаъол мешавад, шумо инсонро аз ҳамон амале ки дар асоси ғариза мекунад нигоҳ дошта наметавонед. масалан ғаризаи модарӣ, ғаризаи модарӣ ба дараҷаи қавӣ аст ки дар инсони агар рушд ёфта бошад, шумо ҳолатҳои хеле зиёд ҳастанд ки модари барои ҳифз кардани фарзандаш метавонад як мошини чандин тоннагиро бардорад ва кӯдакашро аз мошин берун барорад. ин ғариза аст ки ин қувваи аҷибро бунёд мекунад. як зане ки худаш вазни худаш 45 кило бошад, 50 кило аст, як мошин чанд тоннагиро мебардорад. шакли дигари зоҳир шудани талаботҳо ин хоҳишҳо ҳастанд. хоҳишҳо аз ғариза чӣ фарқ доранд? инҳо дар ботин решаи амиқ надоранд, вале инҳо ҳамон талаботро нишон медиҳанд. масалан вақте ки шумо гурусна мемонед, талаботи ғизо хӯрдан пайдо мешавад, ҷисм ғизо талаб мекунад то ки зинда бимонад ва иштиҳо бедор мешавад. хоҳиши хӯрдан пайдо мешавад, мо хоҳиши хӯрдан номашро гуруснагӣ мегӯем. ва одам мегӯяд ки ман гурусна мондам ё ташна мондам. яъне инҳо шаклҳои гуногуни зоҳир шудан доранд. вақте талабот барои ҳифз кардани бадан пайдо мешавад, талабот барои агар одам хаста шуда бошад, талабот ба истироҳат пайдо мешавад. одам мегӯяд ман хаста шудам, яъне хоҳиши дам гирифтан. инҳо хоҳишҳо ҳастанд. ё ки масалан дар ҳолате ки одам хунук мехӯрад ва мегӯяд ки ман хунук хӯрдам, хоҳиши гарм кардани бадан пайдо мешавад. ё ки агар гарм шуда бошад, мегӯяд беҳад гарм шудам, хоҳиши ба ҷои салқини рафтан ё об нӯшидан пайдо мешавад. ин хоҳишҳо ҳастанд. ва як чизи дигар дар бораи вақте дар бораи талаботҳои маънавию иҷтимоӣ гап мезанем, онҷо орзу пайдо мешавад. хоҳишҳо чизое ҳастанд ки ҳамин ҳоло шумо иҷро карда метавонед. байни хоҳиш ва иҷро фурсати зиёд набояд бошад. одам гурусна монд, метавонад масалан агар дар роҳ гурусна монд то хонааш сабр кунад. одами калон, кӯдаки хурдсол то хона сабр намекунад, дар даруни мошин бо шумо гирия сар мекунад. ман гурусна мондам, модар ягон чӣ. ва барои модароне ки табиати кӯдаконро хуб медонанд, ҳангом ба сафар мебароянд, бигузор сафари 1 соата 2 соата ҳам бошад, кӯдаки хурдсол ҳамроҳшон бошад, дар сумкашон ягон чӣ мегиранд. ягон печен мегиранд, ягон қанд мегиранд, ягон бурданон мегиранд, мева мегиранд. зеро кӯдак дар роҳ гурусна монад, вай сабр намекунад ва байни хоҳишаш ва иҷрои он фурсат намегузорад.
آدم کلانسال اگر گرسنه ماند یا تشنه ماند میگه خواهش میتونه بگه که من تشنه موندم، میتواند نگوید اگر در اطراف امکان اجرا کردنش نباشد، ولی فرصت میشمارد میگه که من بعد 1 ساعت به خانه میرسم و اون چیزی که برای من لازم است میگیرم. یعنی این خواهش است. ولی آرزو چیزی است که هنوز ما به دست آوردن نمیتوانیم. آرزو در حالت ظهور میکنه که این یک چیزی بین اجرای آن فاصله کلانتر است. مثلا کودک خردسال وقتی میگه که از کودک از مکتبخوان میپرسه که چه آرزو داری؟ میگه میخوام چون پدرم شوم، کلان شوم و با پدرم مانند شوم. اگر پدرش راننده باشد میگه کلان میشم و راننده میشم چون پدرم میشوم. یعنی بین این کودک 7 ساله و آرزوی او کمش 10 سال وقت است. ولی این هم طلبات است. این طلباتی است که رشد کند و زیرا او در سیمای پدرش شخصی رشد یافته را میبیند. پدر برای او نمونه عبرت است، قهرمانش است و او میخواد به قهرمانش مانند باشد چون او باشد. و اون اینجا طلبات معنوی، طلبات اجتماعی، این کودک در شکل آرزو ظاهر می شود. یعنی وقتی که ما حتی طلبات ها یک عادت دیگر هم دارن که بعضا ما به اختیار طلبات های خودمون رو بیان میکنیم و خودمون هم نمیدونیم که این از طلبات سر زده بود. برای همین وقتی که آدم‌ها صحبت میکنن با گفتار همدیگر و با گفتار خودتون خیلی با دقت باید باشید و طبیعتا آدم زود تربیه و آداب جامعه یک مخصوصیت دیگری ضررناک دارد که طلبات ها رو سرکوب میکند. مثلا یک کودک طلباتی در ضمیرش استعداد سرایندگی دارد یا استعداد رقاصی دارد. در محیط زندگی میکند که این دو کسب ارزش ندارند. وقتی که این کودک میخواد برقصد، کودک 3 ساله یا 5 ساله رقص میکند، در کودکش به اون اهمیت نمیدن، میگن خیلی بزرگ برقصد. البته اولوی هستن که تو وقتی خصوصا دخترچه رقص میکند میگن که چه رقص شدن نمونشه رقص کردن، رو یک بوز دیگه کن. حتی برای پسر بچه‌ها که ما در فرهنگ ما رقصیدن چندان کاری ارزشمند حساب نمیشود و این خواهش این کودک در همون دوره سرکوب کرده میشه. حالا که این نشانه اون طلبات بود، نشانه اون بود که در ضمیر این کودک استعداد جوش میزند و طلبات او رو از این معین میکند، رقصیدن یا سرود خواندن. وقتی کودکان خصوصا نورسان وقتی کسب انتخاب میکنن، سرکوب کردن آرزوهای آنها خیلی زیادتر قوت میگیرد. مثلا پدر و مادر خودشان انتخاب میکنن که این نورس به کجا رود برای خواندن. اگر در اوله امکان خواندن باشد، کسب رو معمولا پدر و مادر انتخاب میکنن. و اون طلبات اون کودک که شاید رسام شدن میخواست، شاید موسیقی نواز شدن میخواست، من نمیدونم، شاید چوپان شدن میخواست. ولی اگر پدر و مادرش خیلی آدمان مایل به دانش‌های معاصر باشن، وقتی پسر میگه که من میخوام چون بابایم چوپان شوم، زیرا من یک بابای چوپان دیدم که در بین بره ها میگشت و از نگاه بین بره ها حلوت میبرد و من چیز معقول شد. پدر و مادر روزی نمیشن، میگن این چوپانی کسب نیست، تو باید خانه مهندس شوی، رئیس شوی، من نمیدونم کدام یک وظیفه دیگر رو بگیری. یعنی اون طلباتی که در ضمیر این کودک است، انتخاب کسب هم از طلبات داخلی این انسان صورت میگیرد. اگر طلبات انسان مثلا میلش با رابطه، معاشرت، مناسبت بنیاد کردن، پیوند قوی داشتن با طبیعت باشد، چوپان چه کار میکند؟ چوپان همیشه در آغوش طبیعت است. بله او گرمی ها و سردی ها رو به تنهایی پس سر میکند و نه همیشه خانه دارد که اونجا سرپناه داشته باشد و میتواند در بین گوسفندانش شب رو سحر کند اگر هوا سرد باشد و میتواند با گرگ دست به گریبان شود، در حالت خطر خودش رو نگاه دارد. ولی او طلبات خودش رو در مسئله مناسبت با طبیعت کاملا قانع میکند و همیشه در آغوش طبیعت است. و حیوان ها هم یک بخش طبیعت هستند. آنها از انسان ها با اون فرق میکنند که همه رفتارشون طبیعی است، تفکری نیست. در حیوان ها کار صنعی ندارن، ساخته کار نمیشوند. آنها در این مسئله از انسان خیلی پیشرفته ترن، آنها همیشه صمیمی هستند. و شاید این چوپان، این مردی که این کسب رو انتخاب کرده است، با طلبات خودش جوابگو انتخاب کرده است، طلبات اصلا بیشترینش همین بود که با طبیعت باشد، همرنگ باشد، همیشه یکسان باشد. زیرا جامعه انسانی از ما ساخته‌کاری رو هم طلب میکند، درویگی رو هم طلب میکند. حالتایی میشد که ما خواهشمون رو برای بیان کردن خودمون باز نگه میداریم و چیزی که میخواستیم بگوییم نمیگوییم. زیرا در دایره در کدام یک قالب آداب نمیرنجد، یک کس میرنجد. خصوصا ما کلمه‌ای داریم با نام احترام که اون خیلی خیلی سخت سرکوب میکنه در بعضی حالت‌ها این طلبات ها رو.
و اگر که ما طلبات های خودمون رو شناختنش رو یاد بگیریم و مخصوصا طلبات فرزندان خودمون رو سر وقت شناختن رو یاد بگیریم، ما با آنها امکانات بیشتر مهیا میکنیم. و اگر نخواهید که برای اگر برگردیم به مثال چوپان، نخواهید که پسر شما چوپان باشد ولی طلباتش به طبیعت بودن هست، بگذار بیطار باشد. یعنی اگر اون میخواهد همیشه با حیوان ها در عالم صمیمیت باشد، بگذار بیطار باشد، بگذار من نمیدونم چوانداز باشد که با اسب‌ها در معاشرت است. یعنی کسب‌های دیگری هم هستند که طلبات او رو، طلبات با طبیعت بودن او رو، طلبات خاصه ویژه انسانی او رو قانع کرده میتوانند. و در این مسئله ما این همون موارد است که معمولا ما هم بعضا خودمون طلبات خودمون رو سرکوب میکنیم. اگر همون پسر کسبش رو انتخاب کند به خاطر اینکه پدرش گفت، امکان میدهد که طلبات او رو سرکوب کنند و او پدر مادر هم این کار میکنند و این آرزوی نارسیده، این طلبات قانع نشده یک عمر در ضمیر انسان مخالفت های شدید را بنیاد میکنند. از این رو ما هنگامی که درباره طلبات میگوییم باید معین کنیم که این کدام طلبات است و در آن رو چگونه قانع کردن ممکن است در دایره امکانیت های همون جامعه، همون عائله، همون محیط. درست است. البته ما در اینجا میتونیم بگوییم که در ساختمان شخصیت، تشکل شخصیت، تنظیم در سمت طلبات بسیار مهم است. ما بسیار وقت میدونیم که بعضی طلبات ها بر وقتتر انگیزه مییابند، بعضی طلبات ها دیرتر و برای همین آنها رو یک از روی نقطه نظری که قانونیت علمی و عاقلانه می توانیم که یک تنظیم کنیم که در آینده خلل نرسانند. مثلا میگیریم وقتایی می شود که جوانان طلبات های نفسانی مثلا از آن جمله برای ازدواج و بنیاد کردن عائله در آنها پیدا می شود، ولی ما می دانیم که هنوز این برای آنها بر وقت است و سری وقت آن رو تنظیم کرده فهماندن که یک چارچوبه معینی بر آنها نشان دادن سبب میشد که آنها می توانند صاحب کسب شوند، صاحب زندگی شوند و ثانی‌تر برای بنیاد عائله تیار باشند و آن رو یعنی که بنیاد سازند. برای این بسیار مهم است که بینندگان گرامی امروز با یکدیگر به فرزندان خود یک بار نظر کنند و بدانند که خوشبختی انسان بسیار وقت از قانعی طلبات‌های او وابستگی سخت دارد. و بسیار کسانی که نارضا هستند، نارضایتی آنها انا از ما قانع نشدن طلبات‌های آنهاست. وقتی که مثلا از ما می‌بینند و یا روح افتاده هستند یا که ترس دارند یا اینکه غضب دارند یا اینکه به دیگر حالت‌هایی که این حالت‌های احساسی به بدن گذاشتند، ما آن رو معاین میکنیم و برطرف میکنیم. سبب آن میشد که بسیار بیماری آنها گم میشد و از این ناراحتی های روانی که آنها گرفتار بودند خلاص میشن. چون که این مانند آن است که طلبات های انسان در مغز در روی معینه سر واقع هستند و در آنجا مانند کلاویاتور کامپیوتر با آنها زیر کرده میشد از حساب فکر و حساب احساس و انسان اون احساس یعنی اون طلبات رو در باطن خود حفظ میکند. و افضلیت انسان نسبت به حیوان اون است که طلبات های حیوان از حساب سیگنال یکم معینه سر هستند، چون گرسنه میشد یعنی که گلوکوز در خون کم میشد، حیوان میخیزد و رفته گوییم که به خوردن غذا سر میکنه، یا که زمانی میبید گرمان های جنسی پیدا میشن برای جفت شدن سر میکنند، وقتی خوب میبید رفته خوب میکنند. ولی از آدم چنین است که طلبات ها سوبلیماسیون میشن یعنی دیگرگون میشن. آنها از دو طرف هستند، یکی از طرف طبیعت غریزوی طلبات های غریزوی، یکی از طرف اجتماعی یعنی طلبات های اجتماعی معنوی که انسان در بدوش خود بر میکند و آنها در سیگنال دوم یعنی از حساب فکر و از حساب احساس پیدا میشن و آنها در سر انسان بگوییم که نقشه میشن و انسان خواهش میکند و عمل میکند و عمل که کرد
عادت میشد و عادت که کرد خلق و اطوار او میشد و خلق و اطوار معین میکند تقدیر او را. یعنی واسطه از طلبات هایی که انسان میکند معین میشود سمت زندگی انسان، مناسبت او با اطراف، با گروه، با کسانی که با طلبات های او راست میان. از این لحاظ البته درست قید کردید که باید بعضی ناسک‌های هستند که در مناسبت در درون عائله آنها رو باید دید، ولی به هر حال امروز ما یک روشنی انداختیم در مسئله طلبات و بگذار طلبات در چارچوبه قانون و عقل و فهمیش و فرهنگ مردم باشند و فکر میکنم که از این روز سرکرده انسان ها برای جابجا گذاشتن، تنظیم گذاشتن طلبات های خود کوشش میکنند تا اینکه بعضی طلبات هایی که حال و وقتشان نیست آنها پسانتر و در وقت خود بیان برای انسان ها مقصد میگذارند و به سوی مقصد خود میروند و برای این که اطلاعات جمع میکنند، نیرو جمع میکنند، مصلحت ها میکنند و استفاده میبرند از آن نعمت ها و از آن شرایط هایی که جمعیت برای آنها ساخته است و البته طلبات ها سال تا سال زینه و زینه مانند درخت هستند، نوله میزنند و یک تاش که به رسید یا که به مقصد رسید باز دیگرش پیدا میشد و هر باری که انسان ها به یک طلبات و به یک مقصد خود میرسند حلاوت میبرند و انا همین است معنی زندگی، یعنی که حلاوت. بله درست است. دو چیز رو باید حتما تاکید کنیم در خاتمه برنامه که طلبات از همه اساسی انسان غیر از اون طلبات هایی که برای حیاتن ضرور هستند، این غذا و لباس و منزل و این چیزا، باز طلبات انسان پیش از همه با محبت و طلبات به احترام است. این دو طلباتی هستند که انسان رو از تمام موجود دیگر فرق میکنند. این دو طلباتی هستند که قانع نشدن اینها انسان رو همیشه بدبخت میکنند. اگر تمام چیز عالم داشته باشد، انسان از محبت سیر نباشد، احترام شخصیت او قانع کردن نشده باشد، انسان خودش رو خوشبختی کردن نمیتواند. ولی این دو چیز است که ما و شما با هم دیگر داده میتوانیم. این چیز است که در اختیار ما و شما است. از این رو بینندگان عزیز شما رو با آن دعوت میکنیم که نسبت همدیگر با توجه باشید، احترام همدیگر رو نگاه دارید، نسبت همدیگر با محبت باشید، مهربان باشید تا که به خوشبختی همدیگر کمک کنید و خودتان هم در این روند خوشبخت باشید. تا صحبت آینده در تلویزیون سفینه آباد باشید.